هیچ آدمی اشتباهی وارد زندگی ما نمیشه. اشتباه انتخاب کردیم و اشتباه جفت انداختیم و جادو جنبل کردن و حلوا آوردن یه قاشق گذاشتن دهنمون رو بستن و اینا همه چرت و پرته. انتخاب هیچ کس خانم عاقلانه نیست. ببین مگه فکر می‌کنی الان اینجا شما منو مگه عاقلانه انتخاب کردید؟ نه. اگه ما فکر کنیم که عاقلانه رفتیم یه چیزی رو انتخاب کردیم اشتباهه. ما همه عقلامون ناقص. اصلا بعضی از دوستان مثلا صحبت میکنن میگم آقا به عقل ناقص من این رسید، به عقل ناقص تو چی میرسه؟ مگه ما عقل کلیم؟ تو مشیت الهیت خواست خدات این بوده که این شوهر بیاد تو زندگی. هیچ آدمی اشتباهی وارد زندگیتون تو میگی اینو من اشتباه انتخاب کردم، اینو تو میگی، همش فراخوان روحت بوده. روحت گفته آقا این آدم باید بیاد این درسای معنوی رو به من بده، حالا یا میمونه یا میره، من کاری ندارم. هیچ آدمی اشتباهی وارد زندگی ما نمیشه. اشتباه انتخاب کردیم و اشتباه جفت انداختیم و جادو جنبل کردن و حلوا آوردن یه قاشق گذاشتن دهنمون رو بستن و اینا همه چرت و پرته.